امشب شب جمعه است، صلوات و درود بر پیامبر صلی الله علیه و سلم چه؟ یکی از 40 تا فایدهش این که خداوند هر کسی یک بار بر رسول الله صلی الله علیه و سلم صلوات بفرسته، خداوند در مقابلش 10 بار میفرسته برش. اجماعاً یک صلوات محمدی قهر ختم کنه. دومین چیزی که زیاد باید تو این شب انجام بدید استغفاره، و سومین چیز دعاست به درگاه خدا. دعاهای زیبایی خونده شد، همتون آمین گفتید، با یه حال و هوای آمین میگفتید. خودتون هم میتونید برای ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا